اگه برای لاغر شدن ورزش می‌کنی ورزش نکن. این نموداری که الان داری می‌بینی داره نشون میده انرژی کلی که بدنمون داره میسوزه هر قسمتش صرف چه کاری داره میشه. فقط 5 تا 15% انرژی روزانه که ما میسوزونیم صرف فعالیت‌های ورزشیمون میشه. حالا 10 تا 15% انرژی صرف خاصیت گرمازایی غذاها یا همون ترمیک افکت آف فود میشه. یعنی غذاها تو پروسه هضمشون خودشون یه انرژی رو میسوزونن. جالب اینه که 5 تا 20% انرژی که ما روزانه میسوزونیم صرف نان اکسرسایز موومنت هامون میشه. مثل قدم زدن، راه رفتن، ظرف شستن، کارهایی که در طول روز انجام میدیم ولی ورزش نیست. و همونطوری که داری می‌بینی بیشترین قسمت انرژی که ما روزانه میسوزونیم همون انرژی که فقط واسه زنده موندن بدنمون نیاز داره بسوزه. پس خیلی منطقی به نظر نمیاد به خاطر اون قسمت کوچیکه‌ای که تو سوزوندن انرژی در طول روزمون تاثیر داره که همون ورزش هامون هست بخوایم خیلی وقت بذاریم. پس اگه هدفت سوزوندن انرژی برای چربی سوزی هستش بهتره به قسمت بزرگتر این نمودار توجه بکنید. مثلا برای اینکه خاصیت گرمازایی غذاها رو بیشتر بکنی میتونی از غذاهای استفاده کنی که دیر هضم ترن، پروتئین بیشتری دارن، فیبر بالاتری دارن. برای بالاتر بردن انرژی که نان اکسرسایز موومنت هامون میسوزونن بهتره که اگه مثلا در طول روز 8 ساعت کار میکنی یه مقداریشو ایستاده کار کنی، هر چند دقیقه بار پشت 2 قدم راه بری. و مهمترین قسمت متابولیسم پایه‌مونه. با خواب منظم، ورزش‌های مقاومتی که باعث بشه توده عضلانی بیشتری داشته باشی، میتونی این قسمت رو بزرگتر کنی و انرژی بیشتری بسوزونی. پس خیلی راحت تره که به قسمت‌های دیگه توجه کنی تا فقط برای چربی سوزی فوکس تو بذاری رو ورزش‌هایی مثلا مثل هوازی.